سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امیدوارم با یه قسمت دیگه از ماینکرافت سری آغاز و بدونش معطلی سریع بریم سراغ ویدیو. آخر ما اینجا بودیم. زامبی هم اون پایینه. نه زامبی دیگه اون پایین نیست. وسایل اون کوش اصلا دیگه وسایل اینجا نیستش. همه وسایل رو برداشتیم. ایشون انگار همه وسایل رو برداشتیم. بودم چی ها اصلا بس چرم رو بردارم. انگار همه چی داریم نیازی آنه همه چی اونو برداشتیم و بلالا بدون تخت اضافه هم بردارم. شا به کار اومد. هر چیزی که خارایه 4 روزی به کار اومد. خب این پشم اون وسط نشونه اینه که اون وسط اصلا چیه وسط این نقشه است. من یه ذره به این روش سند جمع کنم. اون روشی باش کشتیه. اگه دیدین ندیدین برین ببینید. لینکشو نمیدونم چجوری بزنم. حتما بچه اگه بلدید تو کامنت ها یا نه تو کامنت ها حتما بگید چجوری باید لینک بزنم یا یه برنامه ادیت به معرفی کنید تا ادیت بکنم. این از چقدر کنم یه سک شد نه بعد یه دو سک کنم یه سکش عقب داشتم یه ایشون یه در دیت بده من بالا من دیت رو بزنم جای این بیله نمیدونم. ویدیو داره گرفته میشه. بنابراین امروز 20 صحابو میشه لوت کرد. چند روزه این میرم اینجا لوتش کنم هی میمیریم چی اینو بگی قشنگ دوروبر رو میپوشونیم. قشنگ دوروبر میپوشیم. بچه ها الان دارم ویدیو میگم ساعت 3 صبح مثلا خیلی نمیتونم داد بزنم. یه ذرم صدام گرفته. خب این از ایشون این از ایشون با برم زیر ببینم چی هستش از اون زیر. ایشون اینجا چیزی نبود. دیدیم بچه یعنی ما یک سال اونجا کندیم یه قارت اینجا ریخته بود برام. حالا قارت الان نگاه میریم. سعی بریم این دوتش با میام این تش بده. یعنی من هم پدر خودم دارم واسه چوستون آهن همین پوشن چی 2 تا TNT لباس زنجیری همین. من چیکارش کنم دارم با دهه بچه اونایی که دیدم میدونم من 2 پارت کامل من اینجا گیر کردم این چست 20 رو لوت کنم. آخرم این هم بدبختی شده اینقدر سر این یا بنده بریم دیگه بریم ببینیم چیا پیدا کنیم. امیدوارم دیگه چیزی بر نخوریم. بریم دیگه از این جزیره برم ببینیم چی پیدا خب ایشون الان 4 دقیقه از ویدیو گذشته. ببین تو باقی مونده ویدیو میتونی چیز خاصی به پستون میخوره. بچه حتما تو کامنت ها یه برنامه ادیت اگه میشناسید بر من معرفی کنید که وقتی ادیت میکنید بیتونی اصلا چی کنی ارسالش کنی. خیلی برنامه ادیت هایی که دارم نمیشه ارسالش یا مشکلش اینه.
ادیت میکنم و فکر نکنید نمیتونم ادیت کنم، ولی نمیشه ارسالش کرد. مشکلش این است. اینم که اجازه کوچولو سرکارم گذاشته. یه اجازه کوچولو سرم. خب بابا اونجا چستی چیزیه؟ نه خیلی. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ساب کنید و تو نظرات بازی دیگه، مثلا بازی که دوست دارید تو گوشی هم براتون برم و حتما توی کامنت ها برام بگید. چرا به جای نمیرسیم؟ دریا دریا دریا. بچه من یه وقتی یا میزنم به زنم چی بکنم چی؟ دارک فورست. چرا این دوتا چسبیدن؟ اگه دارک فورست باشه که حالا نمیتونی ردش کنی. یه در از این سبلینگ چی باید دارن؟ یه در چوبشو جمع کنم لازمه. این از ایشون ایشالا سپلینگ ما بده دیگه. جای هفته چی اینو بردم. خیلی خوب. گرگ مناطق محروم. دو تا گرگ مناطق محروم. خب یزیشون بچه میکروفون کار میکنه؟ بزنم رو میکروفون. بچه اگر ویدیو اول تا صدا بهتر شده تو کامنت بگید. میخوام ببینم تغییری این میکروفون ایجاد کرده یا نه. این از ایشون سبلینگ هم که نمیده آدیو خوبش بشه. یه سبلینگ هم بیشتر نمیده. یه تا گودول داری نقشه که دیگه به کارو نمیاد دیگه. این از ایشون حالا دیگه حس کنم از اول ویدیو صدام خیلی گرفته بود انگار اصلا خیلی خسته دارم ویدیو میگم، چون دلیلش اینه که 3 صبح. بله ایشون بچه همون سبت اینا رو برداریم یا نه؟ نه بهش کن لازم نمیشه. این سبت نشون داد یکی دیگه اینجا. اوکی اوکی اوکی. سه تا بذارم جای دیگه نمیگه. بذار جای دیگه نیست. یه روبا کوی یه میخوری بعد صبح برو همون دارم. بجو بریم.
ویدیو خسته کننده ای در ولی حالا اوکی، چون ساب کنید اگه ویدیو بهتری میخواین تو چنل هم هست، این یه دونه داره بعد در میاد. از ایشون مرغه به قول انگلیسی ها چیکن. ببینم قرص این چند روباه داریم. توت داد. چرا میشه توت بچه ها؟ بکنم چرا میشه توت؟ آره یا از این ورد خوشگل بریم. بریم برداشتیم. این گوسفندم بگودیم غذا میخوای. این گوشتی شد آلی غذا شد جای بهش نمیخواد غذا داریم میریم. برم بذار تایمر باقی مونده ویدیو رو بریم تا جای ممکن شاید یه روستاگیر آورد نکنه تو آپدیت ها جای روستاگیر آوردن سختش شده. همه به بودلند میرسیم چون قبلا دیدم بین دوتا یه دارک اوک و یه چی بود بچه اسم این پایمون تو کامنتو بگین اسمش چی بود یادم نمیاد. خوابم یادم نمیاد اسمش پایم اسپروس بود. اما اینجا بودلند لاشکی بریم لاشکی و لوت کنیم ببینیم چی قطعا که میبینیم. اکسولاتور ببینیم هست یا نه. اون ور راه داره بریم پایین چی داره حالا بریم. بریم مختصاتش یه عکس بگیرم. این مختصاتش گرفتیم بعدا لازم شد میام اینجا. فعلا بریم دوباره هدف اصلا ویلیج رو گیری بیرن کلی کارم را بیفته. بچه حتما دوباره تاکید میکنم حتما این مشکلات ویدیو رو بگی که ببینم کدوم رو برطرف کنم. بعد گوشنمون آقای نام گوجی این گرگ سیاه گرگه نکده بودم گوجویو. آقا بچه اگه تا اینجا ویدیو خوش اومد حتما لایک کنید. من دیگه چون تایم ویدیو نمیکشه ویدیو میبندم و راستی ماجراجو ساب کن.